از عالم سوال کردند که خوشبخت کیست؟ فرمود خوشبخت کسی است که وقتی نفسهایش متوقف شد حسنات و نیکیهایش ادامه داشته باشد. یعنی وقتی میمیرد نیکیهایش زنده است و بعد از مرگ هم برایش اجر و ثواب میرسد. عموما بعد از مرگ نامه اعمال بسته می شود و هیچ نیکی و بدی در آن نوشته نمی شود. اما نیکی هایی که بعد از مرگ باقی هستند اجر و ثواب آن بعد از مرگ هم به انسان می رسد و نامه اعمال او را سفید می کند. این چه خوشبختی است که بعد از مرگ هم در نامه اعمال نیکی و ثواب نوشته شود. برادران و خواهران عزیز، در پی آن باشید که بعد از خود نیکی های را بجا گذارید که بعد از مرگ هم در نامه اعمال شما اجر و ثواب نوشته شود.